طریقه انتقال دادن مخاطبین یا شماره‌های تماس از سیم کارت به داخل جیمیل اکانت. با این ترفند شما میتوانید به طور دائم مخاطبین خود را به داخل جیمیل اکانت خودتان ذخیره داشته باشید و هرگز آن را از دست نخواهید داد. فقط کافی است که رمز جیمیلتان را به یاد داشته باشید. برای این کار بالای گزینه فون کلیک میکنیم. بعد کانتکت را انتخاب میکنیم. بالای 3 نقطه دوباره کلیک میکنیم و از منوی ظاهر شده بالای گزینه منیج کانتکت دوباره کلیک میکنیم. گزینه موو کانتکت یا انتقال مخاطبین را انتخاب میکنیم. در مرحله اول انتقال باید انتخاب کنیم که مخاطبین از کجا باید انتقال داده شود. چون منظور ما از سیم کارت به داخل جیمیل اکانت بود، باید گزینه سیم کارت را انتخاب کنیم. در این مرحله باید انتخاب کنیم که مخاطبین ما از سیم کارت به کجا باید منتقل داده شود. چون منظور ما انتقال دادن از مخاطبین از سیم کارت به داخل جیمیل اکانت بود، باید یکی از جیمیل های موجوده در داخل تلفن خود را انتخاب کنیم. با زدن دکمه موو مخاطبین ما از سیم کارت به داخل جیمیل اکانت انتقال می‌یابد. دوستای عزیز، اگر این ویدیو آموزشی برایتان مفید واقع شده باشد، لطفاً کانال اقبال آیتی را سابسکرایب کنید تا از جدیدترین ویدیوهای آموزشی ما با خبر باشید.